گلچین هفته. سلام، صبح جمعه شما بخیر. 17مین برنامه گلچین هفته را به دوستداران موسیقی ایرانی تقدیم می‌کنیم. نامه‌های مهرآمیز شما و درخواست‌هایی که برای تکرار قطعات پخش شده به دست ما را در راهی که پیش گرفته ایم دلگرم می‌کند. تصور می‌کنیم تنها پاسخ و بهترین سپاس از این همه محبت و لطف شما این است که روز به روز بر تلاش خود بیفزاییم و کارهای ارزنده‌تری برای شما فراهم آوریم. از جمعه دیگر نگاهی به هفته‌های گذشته می‌اندازیم و گلچینی از گلچین‌های 17 هفته گذشته را برای شما پخش می‌کنیم. به عبارت دیگر 5 اسفند ماه را به پخش دوباره آهنگ‌ها و ترانه‌های گلچین هفته اختصاص می‌دهیم و این فرصتی است برای آن برنامه گلچین و ترانه‌های دلخواه خود را باز بشنوند و ضبط کنند. در آغاز برنامه امروز پیش درآمدی داریم از استاد علی اکبرخان شهنازی که گروه سماعی آن را اجرا کرده است. پیش درآمد افشاری از علی اکبرخان شهنازی.
پیش درآمد افشاری ساخته علی اکبر خان شهنازی را با اجرای گروه سماعی به سرپرستی فریدون ناصری شنیدید. 30 سال پیش ناگهان صدایی گوشها و قلبها را تسخیر کرد. در آن زمان هنوز قمر ستاره تابناک آواز ایران می درخشید. در آن زمان هنوز روحانگیز با آواز بهشتیش روحها را نوازش می کرد و ناگهان صدایی گوشها و قلبها را تسخیر کرد. دلکش صدا سر داد با آوازی بلند و نیرومند که طنین پردامنه اش سراسر ایران را فرا گرفت. دلکش رقصان و غزلخوان آمد و با رهاوردی رنگارنگ از آهنگها و ترانه‌های شمال ایران دل خاص و عام را برد. و امروز هم که از 50 گذشته است، هنوز آن دلبری و رعنایی، آن غرور و قدرت در آوازش هست. دلکش هنوز میخواند و خوب میخواند. یکشنبه 19 بهمن، همین یکشنبه گذشته، در استودیوی رادیو ایران ترانه زیبای به کنارم بنشین را دوباره با صدای دلکش شنیدیم. شما هم بشنوید. ناز دل پری
ترانه به کنارم بنشین را با صدای دلکش شنیدید. این ترانه را که آهنگ آن از مهدی خالدی و شعر آن از شادروان رهی معیری است، این هفته با تنظیم تازه‌ای از مصطفی کسروی به همراهی ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران ضبط کرده ایم. حالا به ترانه ناز لیلی با صدای شجریان گوش کنید. این ترانه را که محمد رضا لطفی بر روی غزل مشهوری از طبیب اصفهانی ساخته، برای شنوندگان عزیزی که پخش دوباره آن را از ما خواستند پخش می‌کنیم.
به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناقه در گل نشیند بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی بشایی گدایی بشایی مقابل نشیند مقابل فردا 25 بهمن ماه سال روز درگذشت فروغ فرخزاد است. حسین علی ملاح چند سال پیش بر روی شعری از فروغ به نام پاییز آهنگی ساخته که با صدای رامش در رادیو اجرا شده است. شعر فروغ را میشنویم و یادش را گرامی می‌داریم.
ترانه پاییز را شنیدید. در این قسمت برنامه آهنگی داریم از کاسلی اکبرپور به نام گیشه دمرده. گیشه دمرده به گیلکی عروسی که در آب مرده معنی می دهد. نام این آهنگ از رودخانه‌ای به همین نام در سیاه‌سل استخر سیاه گرفته شده است. این دهکده در 5 فرسخی شمال شرقی رشت کنار دریای خزر قرار دارد. میگویند عروسی را سوار بر اسب به آیین محلی به خانه داماد می بردند. وقتی از رودخانه می گذشتند پل فرو ریخت و عروس در آب غرق شد. از این رو نام آن رودخانه را گیشه دمرده گذاشتند. این داستان هنوز بر سر زبان هاست.
آهنگ گیش دمرده ساخته کاسلی اکبرپور را شنیدید. حالا به 4 مضراب زیبایی با تار جلیل شهناز، ویولون حبیب الله بدیعی و ضرب جهانگیر ملک گوش کنید.
4 مضراب دشتی را با تار جلیل شهناز، ویولون حبیب الله بدیعی و ضرب جهانگیر ملک شنیدید. هفته گذشته برای اولین بار صدای سروش ایزدی را شنیدید. ترانه‌ای که با صدای این هنرمند جوان پخش شد، سوز و گداز نام دارد و از ترانه‌های منسوب به شیدا، ترانه سرای نامی ایران است. حالا پیش از آن که ترانه تازه‌ای را با صدای سروش ایزدی بشنوید، بار دیگر به ترانه سوز و گداز گوش کنید.
ترانه سوز و گداز را با صدای سروش ایزدی به همراهی گروه شیدا شنیدید. ترانه دیگری داریم به نام امان از این دل که شعر و آهنگ آن از امیر جاهد است و سروش ایزدی آن را با تنظیم و اجرای تازه‌ای از فرامرز پایور خوانده است.
ترانه امان از این دل را با تنظیم فرامرز پایور و صدای سروش ایزدی شنیدید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.